دفاع دل فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی المنکر. با اطلاع عمومی باشندگان شریف ولایت غزنی رسانیده می شود. ریاست امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غزنی با استناد فرمان شماره 17 اعلی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله و در راستای تطبیق احکام شریعت اسلامی بدین وسیله اعلام می دارد به منظور تامین و حمایت از حقوق شرعی زنان، چنانچه در هر یک از مناطق مرکز و ولسوالی‌های ولایت غزنی مواردی از قبیل نقض حقوق شرعی زنان، خشونت‌های خانوادگی، نکاح اجباری، محروم ساختن از حق میراث و یا هر گونه بدرفتاری و ظلم مشاهده می‌گردد، متضررین و یا افراد آگاه می‌توانند در اسرع وقت به دفاتر مربوطین ریاست مراجعه نموده و یا از طریق شماره‌های تماس موضوع را با این اداره شریک سازند. مسئولان ریاست امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات ولایت غزنی اطمینان می‌دهند که به تمام شکایت‌ها و گزارش‌های ثبت شده مطابق احکام شریعت اسلامی به گونه عادلانه و با جدیت کامل رسیدگی شده و حقوق مشروع شهروندان تضمین خواهد شد. شماره‌های تماس 0798 98 01 29 و 0745 56 04 77. ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر تاکید می‌نماید که تطبیق این فریضه اسلامی نقش مهمی در اصلاح جامعه، پیشگیری از جرایم و کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. از همین رو از تمام مردم شریف ولایت غزنی تقاضا می شود تا با این اداره همکاری صادقانه و مسئولانه داشته باشند تا در چهارچوب مسئولیت‌های شرعی و قانونی به مشکلات اجتماعی رسیدگی مؤثر صورت گیرد. شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی عن المنکر امر بالمعروف